آخوند قزوینی با تدلیس میگوید امام قرطبی قائل به این بوده که زکات به صدقه نافله اطلاق می شود. از آنجایی که رافضیان هیچ دلیلی بر امامت منصوص علی رضی الله عنه در قرآن کریم ندارند، سعی می کنند برخی آیات را وفق هوای نفس خود تفسیر کنند که از میان این آیات آیه 55 سوره مائده می باشد. اما از آنجایی که در آیه لفظ زکات آمده و علی رضی الله عنه کسی نبوده که زکات بر ایشان واجب باشد، سعی می کنند وانمود کنند که لفظ زکات به صدقه مستحبی هم اطلاق می شود و با دروغ و تدلیس این قول را به ائمه اهل سنت نسبت می دهند. در این کلیپ خواهید دید که آخوند قزوینی چگونه با تدلیس این سخن را به امام قرطبی رحمت الله علیه نسبت می دهد. اگر مانیتور من یک لحظه دوستان محبت بکنن، ببینید قرطبی متوفای برایشون 671 میگه یدل، این آیه برایش 55 سوره مائده، ان صدقه تطوع تسمى زکاتن، این صدقه مستحبی در اینجا چیه؟ زکات شمرده شده. فان علی علیه السلام تصدق بخاتمه فی الرکوع، امیرالمؤمنین انگشتر خودش رو در حال رکوع داده. ملاحظه می‌فرمایید یا نه؟ اما حقیقت امر این است که امام قرطبی این قول را از شخصی به نام الکیا تبری نقل کرده و خود آن را رد می کند و می گوید زکات تنها بر فریضه اطلاق می شود و شامل صدقه نفلی نمی شود. با هم سخنان امام قرطبی رحمت الله علیه را در تفسیرش ببینیم. قال الکیا الطبری: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا تصدق بخاتمه في الركوع، وهو نظير قوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد انتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شاملا للفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين. تا اینجا امام قرطبی از الکیا تبری نقل می کند و بلا فاصله پس از آن می فرماید قلت فالمراد على هذا بالزكاة التصدق بالخاتم، وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد، لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها، وهو الزكاة المفروضة على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة. وأيضا فإن قبله يقيمون الصلاة، ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها، والمراد صلاة الفرض. الکیا تبری میگوید این امر دلالت میکند که عمل اندک نماز را باطل نمی کند، چرا که صدقه دادن در نماز کاری است که در نماز انجام شده و نماز را باطل نکرده است. و جمله و یؤتون الزکات و هم راکعون دلالت بر این دارد که صدقه تطوع هم زکات نامیده می شود، چرا که علی در حالی که در رکوع بود انگشترش را صدقه داد و این مانند گفته الهی است که می فرماید
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. و زکاتی را که در طلب خشنودی الله پرداخت می کنید، این گونه افراد دارای پاداش مضاعف خواهند بود که شامل فرض و نفل می شود. پس اسم زکات شامل هر دو می شود، همان گونه که لفظ صدقه و صلات شامل دو معنا می گردد. تا اینجا امام قرطبی از الکیا طبری نقل می کند و بلافاصله پس از آن می فرماید اما من یعنی قرطبی می گویم این گفته که مراد از آیه صدقه دادن انگشتر است و حمل لفظ زکات بر صدقه دادن انگشتر خیلی بعید به نظر می رسد، چرا که زکات جز با لفظ مخصوص خود که همان زکات فرض است نمی آید، چنانچه در اول سوره بقره ما آن را توضیح دادیم. و همچنین جمله یقیمون الصلاة که قبل از آن آمده واضح است که معنای اقامه نماز بر پا داشتن آن در اوقات مخصوص با رعایت کلیه حقوق آن می باشد که همان نماز فرض می باشد. بینندگان عزیز، مشاهده کردید که این آخوند دروغگو چطور سخنان امام قرطبی را نقل نمی کند، بلکه سخنان شخصی که امام قرطبی از وی نقل کرده و سپس رد نموده را به خود امام قرطبی نسبت می دهد. قضاوت با شماست. من اهل تحقیقم. شما ببینید بنده هر حرفی زدم بلا فاصله آدرس کتابم دادم. ما واقعا از آقایون باید ممنون میشیم. اگر واقعا دوستا شبکه وهابی نبود مردم قدر شیعه رو نمیدانستن، چون ما یک جانبه بودیم، مردم بودن خب اینا هم یک جانبه دارن حرف میزنن. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من جا داره فقط یک کلیپ دیگه هم اینجا نشون بدم که آقا ابوالفضل عزیز از بوکان حتما منتظر هستن که دروغ جدید این شاگرد دروغگو رو ببینن که میخواست دروغ استادش رو بپوشانه. قضیه الکیا طبری و دروغ آیت الله قزوینی رو به یاد دارید که حرفی رو که امام قرطبی رحمت الله علیه از شخصی به نام الکیا طبری بیان میکنه در کتابش و رد میکنه رو نسبت داد به امام قرطبی. ما هیچ کاری به این نداریم که عقیده امام قرطبی چیه، عقیده الکیا طبری چیه. فقط منظور ما این است که مطلبی رو که الکیا طبری نقل کرده، امام قرطبی نقل کرده از الکیا طبری، چرا ایشون میاد این مطلب رو نسبت میده به امام قرطبی. این موضوع خیلی سر صدا کرد و هی تلفن‌های رد و بدل شد که تا آخر قزوینی مجبور شد که از آقا ابوالفضل فرار بکنه و دیگه ایشون رو تماسشون رو وصل نمیکنه تو برنامه قزوینی. و این دفعه این شاگرد این آیت الله دروغگو اومده و این مطلب رو میخواد یک رو ماسمالی کنه و دفاع بکنه از استادش. با همین کلیپ رو میبینیم. مال قزوینی رو انتخاب میکنم. مشکلی بفرمایید. سوالی که بله همون تفسیر امام قرطبی بود، جلد 6 صفحه 221 که ایشون گفتن امام قرطبی این حدیث رو گفتن و از کسی نقل نکردن. آیا فهمید؟ من هیچ وقت با شبکه‌های دیگه تماس نمیگرفتم. از همیشه هم خودتون میدونید من بیننده فراقرص شبکه شما بودم، همه حرفای شما رو میشنیدم، هیچ وقت من به هیچ کسی توهین نکردم. ولی اون شبی که آقای قزوینی حرف زدم بعد باشون تماس گرفتم و تماس منو قطع کردن، قول دادن به من جواب بدن. ببینید نفهمید تماس رو قطع کردن آقای ابوالفضل. قرار بشه تماس قطع بشه ما الان اصلا شما رو روی خط نمی آوردیم. سوال رو میخواید بفرمایید. آقای قرطبی یک مطلبی رو آیت الله قزوینی فرمودن، نظر آقای قرطبی راجع به اون آیه این نبوده؟ گفتن ایشون نظر آقای قرطبی اینطوری بوده، در حالی که همون چیزی که آوردن رو صفحه از یه شخص دیگری نقل. خاص خودتون رو میخواید بگیرید؟ اون که شما میگید چیه؟ من بیارم برای شما تا مشخص بشه آقای قرطبی چیو گفته و کدوم حرف خودش هست کدوم حرف خودش نیست. بفرمایید عبارتتون رو تا استاد ابوالقاسمی. شما بحث سر این بود که در کتاب تفسیر قرطبی آمده است که ما به اصطلاح داریم که زکات بر صدقه مستحب هم اطلاق می شود. درسته؟
ذیل آیه ولایت. اتاق فرمان لطف کنن تصویر رو. قال الکیا الطبری و هذا یدل علی ان العمل القلیل لا یبطل بالصلاة فان التصدق. این آخوند بی سواد اینو نمیتونه حتی الفاظ عربی رو درست بخونه. لا یبطل بالصلاة نیست، لا یبطل الصلاة هست. یک کمی باید دقت بکنن، بیشتر یاد بگیرن نصوص عربی رو خوندنشون. بالخاتم فی الرکوع عمل جاء به الصلاة ولم تبطل به الصلاة. درسته؟ بله درسته. و قوله، این و قوله حرف کیای تبریه یا حرف خود آقای قرطبیه؟ اون قال الکیا تبری حرف آقای تبری نیست. اصلا از اینجا شروع میشه. یدل علی ان صدقه التطوع تسمى زکاتا. بعد از آیه تفسیرش بعد از مفصل اصلا اون میاره. حرفی که آقای قزوینی میزنن بعد از اینجاست. مربوط به قبلش نمیشه. این و قوله حرف قرطبی یا حرف کیای تبریه؟ اجازه بدید. و قوله یعنی همون قول آقای الکیا تبری میشه. یعنی و قوله تعالی یعنی کلام خداوند و یؤتون الزکات و هم راکعون. از اینجا دوباره حرف خود آقای قرطبی شروع میشه. خوب دقت بفرمایید بینندگان عزیز، میگه بعد از این حرف آقای قرطبی شروع میشه. یک کمی من اینو به عقب برگردونم، دوباره توجه بفرمایید. و قوله یعنی همون قول آقای الکیا تبری میشه. یعنی و قوله تعالی یعنی کلام خداوند و یؤتون الزکات و هم راکعون. از اینجا دوباره حرف خود آقای قرطبی شروع میشه. شاهد واضحش هم ذیل آیه و ما آتیتم من زکاتنه که من همین الان میرم تفسیر قرطبی. آقا الفاظ اجازه بدید صبر کن شما. همینجا بله اینجا خواست فریب بده بیننده رو، فرار کرد از این صفحه بعد رو نشون نداد و اینجا یک تلبیس و خیانت دیگری هم انجام داد. گفت که و قوله بعد از این آیه از حرف خود قرطبیه. ما مجبور شدیم که این تفسیر رو بیاریم. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن تصویر این کتاب رو نشون بدن. این کتاب جامع الاحکام القرآن هست از ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی، جزء ثامن جلد 8، مؤسسه الرساله هم اینو چاپ کرده. اینم کتاب. میریم به این مطلب که در این صفحه اومده، در صفحه 55 هست در این چاپی که ما داریم. این مطلب اینطوری شروع میشه از اینجا: قال الکیا الطبری و هذا يدل على ان العمل القليل لا يبطل الصلاة فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. بله و ادامه حرف الکیا تبری است. این آخوند مکار دروغگو که تلبیس و خیانت را از استادش به ارث برده میگه که این بعد از این آیه قول کیه؟ قول امام قرطبیه. نخیر، دروغ نگید، فریب ندید. من امیدوارم که این جرأت و مردانگی و شهامت رو داشته باشه ابوالقاسمی و این کنارش که نشسته مثل میمون میخنده که این رو نشون بدن هفته آینده، بگن که بله ما اشتباه کردیم، این حرف الکیا تبری است. من یقین دارم که این جرأت و شهامت و مردانگی رو ندارن. در ادامه چی میگه؟ و قوله و یؤتون الزکات و هم راکعون یدل ان الصدقه التطوع تسمى زکات. این دلالت بر این میکنه که این آیه که صدقه تطوع زکات گفته میشه. فان علی تصدق بخاتمه تطوعا فی الرکوع، که علی در حالتی که رکوع بوده انگشترش رو داده. و هو نظیر قوله تعالی و ما آتیتم من زکات تريدون وجه الله تا آخرش. و قد انتظم الفرض والنفل فصار اسم الزکات شاملا للفرض والنفل كاسم الصدقه و كاسم الصلاه و ینتظم الامرین. در اینجا اشاره میکنه به پاورقی. در اینجا از این قسمت دوستان عزیز، از این قسمت قال الکیا تبری از اینجا شروع میشه تا این قسمت کلن حرف الکیا تبری است که در اینجا هم شماره 4 داده. در پاورقی که بریم نگاه بکنیم در اینجا آدرس میده که احکام القرآن للکیا جلد 3 صفحه 84 در این جا ذکر شده. و ما میریم
برای اینکه دروغگویی و جهالت و حماقت این آخوند رو ثابت بکنیم، سری میزنیم به نرم افزار مکتبة الشامله تا ببینیم که این چون این تفسیر رو ما نداریم، تفسیر الکیا طبری رو، این تفسیر رو میریم از نرم افزار خدمت شما عزیزان نشون میدیم. دقیقاً همین حرف رو ببینید، این تفسیر احکام القرآن للکیاست، این شناسنامه کتاب احکام القرآن، مؤلف علی ابن محمد ابن علی ابوالحسن الطبری الملقب به عمادالدین المعروف بالکیا الحراسی، که همون الکیا طبری میگن چون اسم خانوادگیش طبری بوده، الشافعی، در سال 504 هم از دنیا رفته. دارالکتب العلمیه بیروت هم اینو چاپ کرده. این شناسنامه کتاب در اینجا دقیقاً همون حرفی رو که از اینجا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة فإن التصرف بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولا يبطل الصلاة. وهذا يدل على أن العمل القليل. دوستان عزیز اگر نشون بدن کتاب رو، اینجا قال الکیا طبری دقیقاً وهذا يدل على أن العمل القليل تا این قسمت وقوله يؤتون الزكاة وهم راكعون يدل أيضا على أن صدقة التطوع تسمى الزكاة فإن عليا تصدق بخاتم تطوعا في الركوع وهو نظیر قول الله تعالی. گفت در اینجا که این مطلب بعد از این آیه حرف کیه؟ حرف امام قرطبیه، در حالی که این در کتاب احکام القرآن الکیا طبری آورده. و در اینجا دوستان عزیز اگر نشون بدن و قوله یؤتون الزکات و هم راکعون یدل ان صدقه التطوع تسمى الزکات. این حرف کیه؟ الکیا طبری است. تا که این آیه رو میاره تا ینتظم الامرین، تا این قسمت اینجا ببینید دوستان عزیز، ینتظم الامرین که 4 اینجا پاورقی داده. در اینجا که 4 رو نگاه بکنیم، احکام القرآن للکیا، در اینجا احکام القرآن للکیا جلد 3 صفحه 84. اینجا هم دوستان عزیز اگر در نرفت نگاه کنن جلد 3 صفحه 84 این مطلب اومده. و من تعجب میکنم که اینا با چه وقاحتی و با چه خباثتی میان دروغ میگن.